جدید و خفن دیگه خیلی خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو قراره بریم ببینیم امسال برنده توپ طلا کیه و عملکردشون توی فصل گذشته رو با هم ببینیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیوی جدید گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده و بیایید و ببینید. بزنید بریم این ویدیوی خفن رو با هم دیگه ببینیم. معمولاً برنده توپ طلا در 4 سپتامبر اعلام میشه و امسال پایان یک دوره 20 ساله بدون مسی و رونالدو رو نشون میده. نسل جدیدی از بازیکن‌ها دارن به صحنه میان. واقعاً به نظر میرسه که فوتبال وارد یه فصل جدید شده و توی این ویدیو ما 10 نامزد برتر رو معرفی میکنیم. اگر میخوایم بدونین کی برنده توپ طلا میشه تا آخر ویدیو رو ببینید. شماره 10 فلوریان ورتز فصل گذشته برای بایرن لورکوزن خیلی هیجان انگیز بود. این تیم از خطر سقوط به قهرمانی آلمان رسید. بایرن لورکوزن فصل خودش رو تحت هدایت ژابی آلونسو بدون باخت به پایان رسوند. این تغییر خیلی شگفت انگیز بود و کار تیمی خیلی موثر بود، اما فلوریان ورتز واقعا درخشید. او در بوندسلیگا 11 گل و 12 پاس گل ثبت کرد و در یورو 2024 هم نمایش فوق‌العاده‌ای داشت. این پسر خاصه و به نظر میرسه تازه اول راهشه. شماره 9 کیلیان امباپه. اینکه امباپه هنوز توپ طلا نگرفته واقعا عجیبه. امباپه علاوه بر اینکه توی کارهای تیمی خوب شرکت میکنه، مهارت خاصی توی حرکات انفرادی هم داره. فصل گذشته اون 44 گل زد و در قهرمانی فرانسه و گرفتن جام‌های دیگه هم تأثیر داشت. شاید بی‌انصافی باشه که اون این جایزه رو نداشته باشه، ولی خب توی فصلی که گذشت 8 نفر بهتر از او بودن. شماره 8 فیل فودن فصل فوق‌العاده‌ای داشت با 28 گل و 12 پاس گل. او به خصوص وقتی که دیبروینه و هالند مصدوم بودن برای سیتی خیلی موثر بود. منچستر سیتی تحت نظر پپ گواردیولا اکثر جام‌ها رو گرفت و این کارنامه خیلی خوبی برای فیل فودن میتونه باشه. با این حال توی یورو 2024 نتونست تأثیر زیادی بذاره و این شاید امیدش برای توپ طلا رو کاهش بده. ولی خب فصلی که گذشت بهترین فصل فیل فودن بود. شماره 7 هری کین سال پرنوسانی رو داشت. او برای اولین بار کفش طلا رو گرفت و بهترین گلزن در بوندسلیگا، لیگ قهرمانان و یورو 2024 شد. اما هنوز هم نتونست جام‌های بزرگ تیمی رو بگیره. شماره 6 تونی کروس در آخرین فصلش با رئال مادرید نشون داد که هنوزم هیچی از توانش کم نشده. او با عملکردهای فوق‌العاده‌اش در نیمه نهایی لیگ قهرمانان همه رو شگفت زده کرد و به رئال مادرید کمک کرد تا قهرمان بشه. این بازیکن آلمانی هم شانس زیادی برای گرفتن توپ طلا داره. شماره 5 لاوتارو مارتینز. لاوتارو فصل خیلی خوبی داشت و اگه پنالتیش رو توی لیگ قهرمانان خراب نمی‌کرد، شانس خیلی خیلی زیادی برای گرفتن توپ طلا داشت. او در سری آ 35 گل زد و در کوپا آمریکا هم درخشید. شماره 4 دنی کارواخال فصل فوق‌العاده‌ای داشت با 7 گل و 8 پاس گل و 21 کلین شیت. او به رئال مادرید در کسب جام‌های مختلف خیلی کمک کرد و در یورو 2024 هم نمایش خیلی خوبی داشت. فصل گذشته اون بهترین مدافع هم اعلام شد و حالا میرسیم به ستای برتر که شانس بیشتری برای گرفتن توپ طلا دارن. شماره 3 جود بیلینگام در نیمه اول فصل بهترین بازیکن دنیا بود و در رئال مادرید خیلی خوب جا افتاد. او 23 گل زد و 13 پاس گل داد و در یورو 2024 هم درخشید. شماره 2 وینیسیوس جونیور. وینیسیوس فصل عالی رو گذروند. با 26 گل و 12 پاس گل به رئال مادرید در کسب خیلی از جام‌ها کمک کرد. او در فینال‌ها هم عملکرد بی‌نظیری داشت.
و شماره 1 رودری برای اولین بار بعد از 34 سال یک هافبک دفاعی ممکنه که توپ طلا رو بگیره. رودری یکی از بهترینای این پست شده و 12 گل زده و 15 پاس گل داده. او به منچستر سیتی در کسب جام‌های مختلف خیلی کمک کرد و در یورو هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. اینم از لیست ما برای توپ طلای امسال. نظرتون در مورد این لیست چیه؟ لطفاً توی کامنت ها بگین و اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و برای محتوای بیشتر فوتبالی هم سابسکرایب کنید.